در شهر بلگراد پایتخت سربستان سربازان به گذشت نظامی بخشیده به مناسبت 70 سالگی رهایی این کشور از طرف نیروهای شوروی سابق در سال 1944 آمادگی می‌گیرند. با گفته مقامات سربستان این بزرگترین گذشت نظامی در چند ده سال اخیر در بلگراد خواهد بود. راهپیمایی نظامی روز 16 اکتبر با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می شود. سفر پوتین به بلگراد در حالی است که کشورهای غربی از سربستان تقاضا دارند به تحریمات بین المللی به ضد روسیه بپیوندد. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک بمبگذاری مرگطلب با حمله به ماشین‌های ناتو یک نفر را کشت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. در همین روز در نتیجه حمله‌های انتحاری در دیگر گوشه‌های افغانستان یک غیر نظامی دیگر جان داد و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. عین زمان با گفته مقامات افغانستان در نتیجه حمله هوایی ناتو 7 غیر نظامی کشته شدند، هرچند با گفته ناتو این افراد جنگجویان بودند. در پایتخت بوسنیا شهر سارایوو شام 12 اکتبر حزب مسلمانان این کشور پیروزیش در انتخابات پارلمانی را تجلیل کرد. بر اساس نتیجه انتخابات که روز 13 اکتبر اعلام شد، حزب بزرگ مسلمانان بوسنیا همراه با احزاب ملت‌گرای سرب و خروات در پارلمان صاحب کرسی شدند. در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه گروه از میهن‌پرستان جمع آمده و شکست تاتارستان در جنگ با شاه روس ایوان گرازنی در سال 1552 را یاد کردند. مراسم گرامداشت خاطره خانها و جنگاوران تاتار روزهای 11 و 12 اکتبر برگزار شد. ملت‌گرایان تاتار با استفاده از این روز دعوای استقلال می‌کنند، ولی به تظاهرات آنها مردم زیاد نمی‌آید و مقامات روسیه نیز این نمایش را نادیده می‌گیرند. در شهر آستانه تعداد زیادی مردم برای شامل شدن به برنامه دولتی خانه ارزان جمع آمدند. نوبت زیاد برای قبول به برنامه منزل دسترس 2020 از صبح صادق شروع شد و نیروهای مخصوص برای تامین امنیت به اینجا دعوت شدند. حکومت قزاقستان بر اساس این برنامه به کارمندان نهادهای دولتی از جمله معلمان و افسران خانه می‌دهد. در گورجستان در شهر گوری نخستوزیر ایراکلی گریباشویلی در یک بازی غیر مقرری فوتبال شرکت کرد. در این بازی که روز 12 اکتبر برگزار شد، تیم گورجستان و یک تیم عمدتاً اسیتینی ها رقابت کردند. بعضی از فوتبالبازان از اسیت جنوبی نیز در بازی شرکت داشتند. نخستوزیر گورجستان در نصف بازی به تیم اسیتینی ها پیوست و به دروازه تیم گورجستان 3 گل زد.